به نام خداوند بخشنده و مهربان. از علی ابن عبدالله ابن عباس خداوند از آنها راضی باد روایت است که از پدرش شنید که می گفتم ای رسول خدا مرا وصیت نما. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نماز را برپا نما، زکات را ادا کن، روزه رمضان را بدار، خانه خدا را حج نما و ادای عمره کن، به پدر و مادرت نیکی نما، با خویشاوندانت بپیوند، مهمان را احترام نما، امر به معروف و نهی از منکر کن و همراه حق باش هر جایی که باشی. روایت حاکم. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. علما در شرح این حدیث می گویند معنای اقامت نماز برپا نمودن آن با رعایت فرض و واجب و سنت و با خشوع و خضوع می باشد. رکنهای دیگر اسلام دادن زکات، روزه رمضان و حج خانه خدا است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد ذکر ارکان اسلام دیگر واجب و سنت ها را بیان نمود، مثل عمره و نیکی نمودن به پدر و مادر، صله رحم و احترام مهمان کردن، امر معروف و نهی از منکر کردن و همیشه با حق بودن و جانبداری آن را کردن. این از عملهایی که باید در هر یک مسلمان دیده شود. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از ارکان اسلام ما را امر کردند به عملهای خیلی مهم. این نیکی کردن به پدر و مادر، صله رحم با خویشاوندان، احترام مهمان کردن، امر معروف و نهی منکر کردن و همیشه با حق بودن و جانبداری حق را کردن. چون عمل کردن به این فرموده های پیامبر صلی الله علیه و سلم این رستگاری است و این خوشبختی این دنیا و آخرت است. پس خوش به حال آن شخصانی که به پدر و مادر نیکی می کنند، صله رحم به خویش و تباران دارند، احترام مهمان را به جای می آورند، امر معروف و نهی منکر می کنند و همیشه با حق می باشند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.